برادرها سازن تینجن کارو براتون خوبه. اینم گفتم که امروز یک انیکدوت دیگر نقل کنم. کراچی دو مردک میروند در دوشنبه میزنن عرق پیون میشوند در رستوران. بعد میبرن خیلی رستوران میبرن مایده بیرون میبرن که یک تاکسیست میبیاد. تاکسیست تمامش میکنه میگه که اکا تو سه نفر چانسم دا میبری. تاکسیست میگه بای تاکسیست حیران میشه و میسته میگه که آخه شما 3 نفر نیسته که. بعدی پیونم تا میخره میگه که آخه اکا تو خودت قطعی ما رفتنی نیستی. سلام علیک باشین برادرها. با یک انیکدوتی دیگه. هروش یک بچه زنگیری سخت میشود با همه یک دختره که همسایه‌اش دوست می‌داشته ناز می‌دیده. بعد میبیاد پیش آتش میبیاد میگه که آتا میگه من همین دختری همسایه‌م اونا میگه گرفتنیم. مقصد شما چی میگین؟ بعد این آتش میگرده میگه که نه میگه بچم میگه این دختری همسایه نگیر میگه او میگه خواهرت میشه و میگه. بعد این بچه حیران میشه میپرسه آتش که چه خیلی آخی با خواهری مبده. من میگه خیلی بچه من دورهای جوانی ده آخی کم کم بازی میکردیم. میگه خیلی بچه میمونه میره یکون تا دیگه یو میگه خیلی میره یک هم پایان قشلاقشون یک گلچهره گفتنی دختر بده همون جهانی همون را میوه خیلی با میبیاد پیش آتش میگه که آتا خیلی یک تا دیگه یافتم میگه همون جهانی گلچهره یافتم میگه همون را میگیرم. بعد این آتش با میگرده میگه که بچم نگیر او را میگه و هم خواهرت میشه و بعد این بچه میسته حیران میشه بای کمتر سرش حیران میشه و گیزله میشه. این بچه راست میبید پیش آچش میبید میگه که آچه میگه همی کدام دختره که من مثال گرفتنی میگه. ای آتا میپرسه میگه آتا میگه که بچه همو دختره نگیر او خواهرت میشه و بعد این آچش هم میگرده میگه که ای بچه میگه زیغ نشو میگه کدام دختر محخل ایتا میگه همون را بگیر میگه خودم میگه بچه آتاد نیستی. باشه بچه.